سلام دوستان، امروز آمدیم تا از این چوب ها یک مترک چوبی بسازیم. در قدم اول چوب را به 3 قسمت از نظر طولی تقسیم میکنیم. بعد یک از قسمت گوشه ای را انتخاب میکنیم و توسط یک چاقوی او قسمت میبریم. دوستا چوب را به این صورت بریدیم و حال نوبت ای است که اطراف چوب را دوباره توسط چاقو ببریم. خب این هم شد از دیزاین موتر. خب حال نوبت ای رسیده که موتر خود دنبال و جلوش نقشه گذاری کنیم. دنبال موتر و این هم جلوی موتر. خب برای ادامه با اره از اینجا برش میزنیم. خب دوستا من توسط اره اینجا را اره کردم. خب حال نوبت ای است که توسط چاقو اطرافی را جور کنیم. خب شد از بادی موتر و حال نوبت جلوی موتر است. خب دوستا این هم شد از جلوی موتر ما. حال نوبت تایر مانده که به این تایر بندازیم. خب من از این چوب برای جور کردن تایر استفاده میکنم. خب دوستا این هم 4 دانه تایر چوبی برای موتر چوبی خود. حال میخواهیم تایرها را سوراخ نماییم تا که به جان موتر چوبی ما وصل شود. خب دوستو این هم از تایرهای سوراخ شده ما و حال میخوایم اینها را به جای موتر وصل کنیم. دوستا جایی وصل کنید که زیاد موتر سیتش پایین نباشه که به زمین برخورد کنه. خب دوستا تا حال که 2 تایر وصل کردیم و میخوایم تایر بعدی را هم به همین قسم وصل کنیم. این هم شد دوستا از مترک چوبی ما که من امروز سر زحمت کشیدم و این مترک چوبی را ساختم. دوستو اگر تا اینجا از ویدیو من خوشتان آمده لطفا لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. دوستا بریم موتر امتحان کنیم که کار میکنه یا نه. خب دوستا آمدیم تا موتر امتحان کنیم که ببینیم کار میکنه یا نه. طوری که شما میبینید دوستا به بسیار خوبی و روان کار میکنه. دوستا تشکر از اینکه تا این دم ما دنبال نمودید. اگر خواست از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید ما را لایک و سابسکرایب نمایید. تشکر.